سلام، من نیوشام 17 سالمه و این اولین ویدیوی منه. من یه نصف روزو به عنوان یه نویسنده بگذرونم. اینم بگم که هیچی از یوتیوب حالیم نیست. هیچی. من نمیدونم چه کار کردم، فقط اینکه این ویدیو قراره یادگاری واسه من آینده باشه. پس تو اینجا چی کار میکنیم؟ و آره، تنها چیزی که بلدم اینه که تامنیل بزنم که اونم چند روز پیش یاد گرفتم. همونم تازه بلد نیستم، یه حرف اضافه میزنم که بلد نیستم در واقع، ولی خب تلاشمو میکنم. فقط اینکه هر خاطره‌ای که بسازم و سعی میکنم ویدیو بگیرم بذارم و آره، ثبت خاطره. کل محتوا همینه، ثبت خاطره برای من آینده. اینجا چی کار میکنی؟ از اونجایی که نویسندم یه سری کارها هست که انجام میدم. یه سری کارهایی که به خاطر اینکه نویسندم انجام میدم. اولیش اینه که از اونجایی که من زبانم میخونم، ناولایی که مینویسم و ناول یعنی همون رمان، ناولایی که مینویسم و به انگلیسی هم ترجمه میکنم و یه فایل جدای انگلیسی هم ازشون درست میکنم. حالا بعضی وقتا یه سری تغییرات روش ایجاد میکنم، بعضی وقتا هم نه، بستگی به محتوا داره و اینکه چقدر از اون داستان گذشته باشه که بتونم ایده‌ای بهش اضافه بکنم یا نکنم. بعضی وقتا یعنی قبلا دستی مینوشتم داستان رو، یعنی وقتی که پی دی افش تموم میشد دستی هم یه دونه مینوشتم، ولی که جدیدن چاپ میکنمشون، پرینت میگیرم تا یه نسخه‌ای داشته باشم و بذارید نشونتون بدم. خب اینا اونایی هم که تا الان چاپشون کردم و نوشتمشون، من تک تک بهتون معرفی میکنم. خیلی من داستان نوشتم تا الان، خیلی. من از بچگی شروع کردم، پس خیلی چیزی برنوشتن داشتم، یعنی خیلی چیزی نوشتم. لالم اولین چیزی که نوشتم و چیزش کردم اینه که بوردر هل اسمشه، جهنم مرزی. توشو نشون بدم، همش دستیه. خیلی بهم خوش میگذره موقع نوشتنش. قشنگ کاورش پیدا نیست، ولی خب یه مش خط هم اینجا داره، پیداست. بذارید اینو اول بهتون بگم که من از روی آدمای واقعی می‌نویسم. آدمای واقعی رو میارم توی داستانای فیک و آره، این امضای منه که اینجوری می‌نویسم، یا اینکه معمولاً یا این کارو میکنم، یعنی از آدمای واقعی استفاده میکنم، یا داستانی که می‌نویسم اینطوریه که هیچ کدوم از شخصیت‌هاش اسم ندارن، هیچ کدوم. داستان در مورد بچه‌های مدرسه خودمونه که خودم هم جزو شخصیت‌ها هستم و داستان در مورد ماست که توی مدرسه ایم و یهو برقا میره. بذارید بهتون بگم، نمیدونم سریال آلیس در زمین مرزی رو دیدید یا نه، اون ژاپنیه. اگه دیده باشیدش، این ایده خیلی شبیه اونه، یعنی اونه. من صرفا تطبیقش دادم و نوشتمش با آدمای واقعی و بازی‌ها رو عوض کردم، محیط رو عوض کردم، سناریو رو عوض کردم، ولی محتوای کلیش که توی اون سرزمین مرزیه اونه. بازیای آلیس در سرزمین عجایبه، یعنی خیلی برمیگرده به اون. مهمونی چایی، کلاهدوز دیوانه و یه چیزی که هست اینه که هر کدوم از شخصیت‌ها یکی از شخصیت‌های خود سریال چیه؟ فیلم آلیس در سرزمین عجایب دارن، یعنی یکی آلیسه، یکی کلاهدوز دیوانه است، یکی چندم خرگوشه است و آره اینطوریه. و این پوینتشو دوست دارم خودم و دیگه آره دیگه، باید زنده بمونن، بازی ها رو تموم کنن و برن توی دنیای، یعنی بریم توی دنیای خودمون، بوردر هل. بعدی چیزی که نوشتم پوچی رو خیلی کوتاه نوشتم، یعنی 10 تا چپتر بیشتر نیست، می‌بینی که کمه. نسخه انگلیسیش هم دارم که اینو کاورش خیلی دوست دارم، خیلی. و یه چیزی که هست اینه که کاورایی که انتخاب میکنه آدمای واقعی، یعنی این دوتا شخصیت‌های اصلی ان واقعا. داستان در مورد یه دختریه که توی سن 18 سالگیش فراموشی میگیره، بر اساس یه تصادف فراموشی میگیره و همه خاطراتش پاک میشن
و اون توی سن بعد از 10 سال اون دنبال خاطراتش داره میگرده و دنبال جواب سوالاتش داره میگرده. این وسط با یه سری آدمایی آشنا میشه، یه سری دوست پیدا میکنه و بعدی دامی معنیای مختلفی میده. من یه مانکن میده، آدم احمق میده، آدمی میده که نمیتونه حرف بزنه، لاله کرولاله اینطوری، و من یه عروسک میده. خیلی معنی میده. عاشقشم بچه. کاورش درست پیدا نیست ولی یه آدمی هم این پشته. عاشقشم. خود شیفتم مگه نه؟ که همینه که هست. داستان در مورد یه اکیپیان که قاتل سریالی، یه اکیپ 7 نفره که قاتل سریالی هن و توسط یه نفر دیگه‌ای فرمان میبرن که اون آدم معلوم نیست کیه. و اینکه یه سایتی دارن به اسم دامی و تو اون سایت اخبار مدرسه رو آپدیت میکنن و یهو آدمای مدرسه شروع میکنن به مردن و ساین و سیگنچرشون، یعنی اون چیزی که این قاتل سریالی میکرده این بوده که اونا وقتی آدمی رو میکشتن لباساشو در میآوردن، تنه یه مانکن میذاشتن و توی ملعب عام میذاشتن و جسدا هیچ وقت پیدا نمیشدن. بچه من نکته اخلاقی خیلی تو داستانام میذارم و نگاه نکنید در مورد جرم و جنایت حرف میزنم. آهان اینو بهتون نگفتم. توی هالو یکی مرده، یکی همون سالی که اون دختر شخصیت اصلی خاطرش از دست داده مرده و شخصیت اصلی فکر میکنه که اگه که بتونه حقیقت رو در مورد مرگ اون یارو پیدا بکنه خاطرات خودش هم میتونه پیدا بکنه. چیز دیگه که این اواخر نوشتم، اواخر نه پارسال همین موقع نوشتم. زمان زود میگذره بچه. کنکور که داشته باشه یه زمان زود میگذره. اسمش کلوسه که داستان توی زندان اتفاق میفته. یه مش خلافکار و اینا با هم توی زندانن. حالا شاید بپرسید که خب اوکی، ولی این خلافکارا تو زندان دارن پرونده جنایی حل میکنن، پرونده یه قاتل سریالی رو حل میکنن. آره محتوای کلش و محتوای اصلی اینه. اونم انگلیسی داره، نسخه انگلیسیش خیلی کامل‌تر و خیلی جالب‌تره. اینا رو همه رو تو چنلم گذاشتم، لینک چنل رو توی این دیسکریپشن میگن. نمیدونم واقعا هیچ حالی نیست، شاید فکر کنید شوخی میکنم ولی واقعا هیچ حالی نیست. برید بخونید و نظرتون رو بهم بگید. شوفاژ آشنا بشید. شوفاژ قراره توی تک تک ویدیو هم باشه. این جعبه داستانای بچگیمه. من از کلاس دوم شروع کردم به نوشتن. اولین چیزی که نوشتم هلن و برادرهایش و جالب اینجاست که حتی این دخترم از روی یکی از همکلاسیام نوشتم. یعنی اینطوری بودش که داشتم یهو تصمیم گرفتم یه داستان بنویسم، یعنی وسط کلاس تحویل تصمیم گرفتم داستان بنویسم و یه دختری به اسم هلن روبرون وایساده بود و بهش گفتم که به نظرت اسم شخصیت اصلیمو چی بذارم و اون هی فکر کرد، هی اسم پیشنهاد داد و من اینجوری که نه و بعد یهو اینجوری شدم که هلن اسم خودتو میذارم روش و این شدش که هلن و برادرهایش. یکم داستان عجیبی داره. دختر با دانشگاهی ازدواج میکنه بعد تو سن 8 سالگی. داستان مصور. بعدش من اینطوری بودم که این خیلی ایده خوبیه، بذار قشنگ بنویسمش. منم داستان رو گسترشش دادم و هلن و برادرهایش رو قشنگ نوشتم. اینو هم هیچ وقت تمومش نکردم، یعنی داستان تو هوا عملم بود. بعد این چیزی که نوشتم داستان شب عشق بود. بچه ها این 1000 تا قسمت داشت و اینو هم حتی هیچ وقت تمومش نکردم. متوجه نیستی؟ داستان در مورد دختر به اسم مریداست که این توی بدبخت بیچاره بوده خیلی و توی شب بارونی عاشق یه پسر میشه ولی اون پسر مادر پدرش اجازه نمیدن ازدواج کنن و این دختر خیلی داستان پشت سر میذاره. با شاه ازدواج میکنه، میره مریخ، میره ماه، میره کوه و هر جایی که میره بدبختی با خودش میاره. بعد و هی با آدمای مختلف آشنا میشه ولی ناکام میمونه بنده خدا. این هم داستانش شاید سر و تهی نداره ولی در نهایت با همون پسره که اولین بار عاشقش شده بوده ازدواج میکنه. اونم که پسر زنگش میزنه میگه که مادرم مرده، الان میتونیم ازدواج کنیم.
بعد دختر لاتاری برنده میشه یه سری هم، و کارخونه میزنه چقدر پولدار میشه چقدر فلان، کارخونهش آتیش میگیره دوباره بدبخت بیچاره میشه. میگم که کلا شانس نداشت یارو، نمیدونم چرا همچین چیزی رو بعد مینوشت. همه اینا شب عشق. فصل 2 حتی حامله میشه. این کیه؟ هلنه دوباره. این هلن نیست، ولی این هلنیه که حامله است. تو رو خود نگاش کنید هلن حامله رو. از ملکه تا گدا. اینو من کلاس 5 بودم نوشتم که این نسخه ایه که بردم مدرسه به عنوان تکلیف عید. بعد داستان می نوشتیم و من اینو نوشتم. اینو من بردم مدرسه. این 3 تا ستاره داده بودن به ما. 3 تا بود. آره 17/1/98 3 تا ستاره بودین. روزگاری ملکه با پادشاهی زندگی میکرد. روزی ملکه همسرش در حادثه از دست داد. موچی شرور او دوست داشت که تمام ثروت ملکه مال اون باشه. نکته های اخلاقی من تو این یاد بچه‌هامون دادم. و آره اینم از این ویدیو. مرسی که تماشا کردیم چیه؟ کردم مگه نه؟ خودم فقط قرار ببینم، هیچکس قرار نیست نگاه بکنه، فقط خودم. نمیدونم ویدیو بعدی قرار چی باشه، اصلا قرار ضبطش بکنم یا نکنم، اصلا نمیدونم دارم چی کار میکنم، فقط دوست داشتم یه کار جدید امتحان کنم. و آره همین. خدافظ.